وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در یک شبانه روز اخیر 84 شهروند جمهوری تاجیکستان از کرونا ویروس سرایت یافته 68 نفر شفا یافتند و یک فوت به قید گرفته شده است. باید گفت که پس از پیدا شدن سر و صداها در شبکه‌های اجتماعی بالاخره روز 21 ایون ستاد جمهوری عاید به پرزور نمودن چاره‌های ضدی اپیدمیایی و پیشگیری از انتقال و پنه‌شوی بیماری سرایتی کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان از جای داشتن حالت‌های سرایت‌یابی شهروندان مملکت به بیماری کرونا ویروس اطلاع داد. در مجموع از 30 اپریل سال 2020 تا 28 ایولی سال 2021 در کشور 14845 نفر گرفتاران سرایتی کرونا ویروس به قید گرفته شده. از این شماره تا سنه ذکر گردیده 14313 نفر شفا یافتند و بر اثر بیماری مذکور 120 نفر فوتیدند. وزارت تندرستی از ساکنان کشور دعوت به عمل می‌آورد که در جای‌های جمعیتی قاعده‌های پیشگیری کننده بیماری کرونا ویروس را قطعاً رعایت نمایند.